مثال 92 تصدیقات درست رو معین کنید میگن. اکنون باید در اینجا خونیم مدل عددی منفی با عددی منفی برابر است. مدل رو با خاطر بیاریم. مدل چی بود؟ در درون مدل یگان عدد رو مثبت یا منفی رو مونیم، هم وقت جوابش مثبت میشود. مثبت رو هم مونیم، جوابش مثبت میشود. از روی همین نیو کرده یکم سوال و یکم تصدیقات رو تفتیش کنیم. مدل عددی منفی با عددی منفی برابر است. نه، این خطا است، چون که مدل عددی منفی با عددی مثبت برابر است. مدل عددی مثبت با عددی منفی و مثبت برابر است. به هر دو یک بار برابر شده نمیتواند. این هم وقت با مثبت برابر است. این هم خطا است. مدل فرق دو عدد همیشه با عددی منفی است. مدل فرق دو عدد این هم وقت درست نیست. مثلا مثال آورده میتونیم. فرق دو عدد 3 - 2 باشد. این در مدل یک است و میدونیم که یک است. مدل فرق دو عدد یعنی در مدل الویده یعنی برعکس کنیم 5-8 این -3 و با 3 برابر است. مدل فرق دو همیشه با عدد منفی با عدد مثبت وقت برابر است. این هم خطا است. مدل دلخواه عدد غیر نولی با عدد مثبت برابر است. درست است. مدل غیر درونی مدل چی که نمونه مثبت یا منفی جوابش هم وقت با مثبت برابر می شود. غیر نولی جواب مدل است. 93 تصدیقات درست رو معین کنین. ریشه کوالیتی از دلخواه عدد بوتون با عدد بوتون برابر است. ریشه کوالیتی از دلخواه یعنی درباره ریشه ها ما میدونیم که ریشه ها هم وقت مثبت میشن. مثلا ریشه 25 با چی برابر است؟ با 5 عددی بوتون است. لیکن ریشه 26 این عددی بوتون نیست. با 5 نزدیک است. برای همین این یکمش خطا است. ریشه کوالیتی از دلخواه عدد بوتون با عدد بوتون برابر نیست. ریشه کوالیتی بوتون نیست. نویسم بوتون نیست. ریشه کوالیتی از عدد منفی با عدد منفی برابر است. ریشه کوالیتی در درون ریشه کوالیتی منفی شده نمیتونه، هم وقت مثبت است. برای همین وقتی کوالیتی است این یعنی ریشه چی بود؟ ما از کدام کوالیتی عدد اومده ایستاده است. مثلا 25 در کوادرات گیریم. این به چی برابر است؟ با 25 است. لیکن ما یگان عدد رو کوالیتش رو منفی شده نمیتونم. مثلا 7 رو کوالیتش رو گیره 49 هست. مینوس 7 کوالیتش رو گیره این 49 میشود. یعنی درون ریشه منفی شده نمیتونم، هم وقت مثبت میشود. ریشه از عدد منفی با عدد منفی برابر این شده نمیتواند. اگر کوبی میشد یا تاق میشد درجه ریشه بعد فکر کرده میتونست، لیکن در این حالت نه. ریشه کوالیتی از دلخواه عدد ناتورالی با عدد ناتورالی برابر است. ریشه کوالیتی از دلخواه عدد ناتورالی رو ما باید دونیم. یعنی که ما میشمریم، چون که در پیش گفته بودیم بعضی متماتیکا 0 رو داخل میکنن بعضیشون نه. خیلی دانستن شرط نیست. مثلا ناتورالی چی هستن؟ 1 2 3 4 5 همه عددهای بتونی مثبت با عدد ناتورالی برابر است. البته که نه. مثلا ریشه در این عدد ناتورالی است لیکن جوابش میدونیم که بوتون نیست. عدد ناتورالی شده نمیتواند. برای این خطا است. ریشه کوالیتی از دلخواه کوالیتی عدد بوتون غیر نولی و عدد ناتورالی ریشه کوالیتی از دلخواه کوالیتی عدد بوتون غیر نولی با عدد ناتورالی برابر است. فکر کنم در اینجا دلخواه کوالیتی عددی بوتونی یعنی یک عدد کوالیتی بوتون است در درون ریشه ما. در ریشه کوالیتی ما مثلا 5 کوادرات 10 کوادرات 30 کوادرات چی نباشد غیر نولی بعد این البته درست بعد ناتورالی برابر میشه. اگر ما دونیم که درون ریشه کوالیتی ما یک کوالیتی عددی بوتونی است، یک دونه کوادرات است در اونجا بعد ناتورالی میشد، بعد این درست میشود. 94 تصدیق درست رو معین کنیم. درجه عددی نشان دهندش 0 وجود ندارد. درجه عددی نشان دهندش 0 وجود ندارد. چی معنی دارد؟ یعنی درجه عددی نشان دهندش 0 وجود ندارد. یعنی درجهش 0 عددها هستند. این بر یک برابر است. یا دیگر رو شاید تفتیش کنیم. ما ناز نفهمیدم. به درجه عددی نشان دهندش منفی عددی منفی است. درجه عددی نشان دهندش منفی یعنی منفی نیست. این خطا است، چون که 5 درجه مثلا -2 از درجه با خاطر بیاریم. این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که 5 تقسیم 2 یعنی 1 تقسیم 25 این مثبت است. اگر درجه عددی ما وقت منفی باشه جوابش هم وقت مثبت می شود. یعنی درجه یگان عدد منفی و مثبت شدن جوابش هم وقت مثبت است. این خطا است. درجه عددی ناتورالی نشان دهندش ناتورالی عددی ناتورالی است. درجه عددی ناتورالی نشان دهندش ناتورالی است.
درست یعنی کدام عدد که نگیرن عدد ناتورالی مونه یعنی عدد بوتون مونه در نتیجه اگر عدد ناتورالی میبروید 125 مثلا یا که با کلانتر رو گرفته میتونه این درست است همش ناتورالی یعنی درجه عدد ناتورالی نشاندهش ناتورالی عدد ناتورالی البته که ناتورالی میشود درجه عدد منفی نشاندهش توق عدد مثبت است این خطا است درجه منفی مثلا مینوس 2 گیریم نشاندهش توق باشد این چی معنی مینوس رو با خود 3 مراتب ضرب کردم در کار مینوس 2 این مثبت نمیشد منفی میشه برای این خطا است از یکمش وجود ندارد وجود دارد یعنی ما اکنون فهمیدم درجه عدد نشاندهش 0 وجود ندارد وجود دارد ما اینجا گفتیم که 5 درجه 0 هست که چیزا بعد هستم وجود دارد این وجود ندارد برای این خطا است جواب ما 3 میشود مثال 95 تصدیقات درست رو معین کنید در اینجا درست رو معین یعنی 3 تاش خطا یا تاش درست است دلخواه مودلی کвадрати نوپره دو ریشه گوناگون دارد اول مودلی کвадрати نوپره چی است کвадрати اول پوره رو بینیم اگر ما مودلی کвадрати ما این شکل دارد اگر a b c همشون از نو فرق کند این پوره است اگر یکی از a b c ها a بغیر از b و b و c بنابراین این اگر a نو باشه کвадрати شده نمیتوند b و c اگر نو باشد بعد این نو پوره میشه یکی از اعضاها نباشد بعد این مودلی کвадрати نو پوره میشه مثلا چی باشد 2x کوادرات مینوس 3 برابر 9 این مودلی کвадрати نو پوره است یا اینکه 5x کوادرات جمع 10x برابر 9 این مودلی کвадрати نو پوره است دلخواه مودلی کвадрати نو پوره دو ریشه های گوناگون دارد شرط نیست مثلا مودلی کвадрати ما خشنش ممکن است 5x کوادرات برابر 0 یا اینکه 10x کوادرات برابر 0 بیایم مینوس 2x در اینجا هر دو ریشه برابر هستند یعنی x به 0 برابر هم وقت به 0 برابر شده میتونند خلاص دو ریشه گوناگون بودنش شرط نیست برای اینو خطا میگیریم اگر دیسکریمینانت دلخواه مودلی کвадрати مثبت باشه مودل دو ریشه ناتورالی دارد اگر دیسکریمینانت از نوع کلان باشد دو ریشه گوناگون دارد درست لیکن ناتورالی بودنش شرط نیست ناتورالی چی عددی بودن بودنش شرط نیست ما می‌بینیم که ریشه های ما با ریشه شونش میگیم کسری یا این دهی برای این خطا است اگر دیسکریمینانت دلخواه مودلی کвадрати منفی باشه مودل ریشه رد ندارد درست اگر از نوع خرد باشد بعد از نوع کلان باشد ما می‌بینیم که دو ریشه گوناگون دارد از در برعکس بخشش از نوع اگر خرد باشد ریشه عموما رد ندارد این درست است دیرم تفتیش کنیم همه کوفیسیانت مودلی کвадрати نو پوره از نوع فرق میکنند که این به قاعده مودلی کвадрати نو پوره که ما در اول همین مثال گفتیم خطا میشد یعنی همش از نوع فرق و پوره میشد کвадрати پوره لیکن یکی از اونها باید نو باشه بغیر از ا b یا c باید نو باشد بعد این نو پوره فرق میکنند که خطا است اینم یعنی نو پوره از فرق نمیکنه که از اونها باید نو باشد مثال 96 تصدیقات درست رو معین کنیم در اینجا درست 3 تاش خطا یا تاش درست میشد مودلی خطی دلخواه یک ریشه دارد مودلی خطی چی بود ax جمع b برابر 9 و ما میدونیم که مودلی خطی هم وقت یک ریشه دارند و این x به چی برابر مینوس b تقسیم a دارد a b عددهای دلخواهش ممکن یعنی یک ریشه دارد درست مودلی که ریشه یک خیلی دارم برابر قوه میباشم مودلی که ریشه یک خیلی دارم موضوع در اینترنت دم در من قویدشن برابر قوه اگر مودلی که ریشه یک خیلی دارم برابر قوه این هم درست است مودلی که ریشه ندارم برابر قوه نیستند این رو نمیدونم من مودلی که اگر در مودلی خطی دیگه کوفیسیانت از x به 0 برابر باشه مودل ریشه ندارد و مودل نیست اگر مثلا این 9 باشه این مودل نمیشه که مودل میشه ریشه ندارد درست که این مودلش نمیتواند این مودل نیست مودل ریشه ندارد این درست نه این بفکرم نادرست باید بود نادرست رو معین کنید اینجا بفکرم از روی قاعده ما رفتم برابر قوه یک داره مودلی که ریشه ندارن برابر قوه نیستند این مودلی که ریشه ندارن برابر قوه این همین خطا بودگی است سوال 96 راستی گپ عجایب در اینجا برابر قوه من دیدم حاضر از کتاب مودلی که ریشه اخیل دارن اینا برابر قوه که درست است درست اگر باشد مودلی که ریشه ندارن برابر قوه نیستن این برعکسی بوده است این برعکس ریشه ندارن برابر قوه نیستند
چی بمانی اگر در مدل خطی کیسه نول یعنی مدل ریشن مدل نیست یعنی اینم عجایب یک تصدیقات خیلی 96 رو بینن در کامنتاری رو نویسن شما چی فکر میکنین